ساکنان شرفمند نوحی وقت سالگرد استقلالی دولتی کشور را با کارهای آبادانی و سازندگی افتتاحی انشاءات گوناگون معیشتی و خدمترسانی استقبال نمودند. در روز تجلیل از این سرنه فرخنده بینای مؤسسه شبکه‌های کمک اولیه طبی سانیتری نوحیه با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبرت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلون، رهبرت نوحیه وخش و دیگر هیئت همراهان مورد استفاده قرار داده شد. بینای مذکور با دستگیری رهبرت حکومت کشور، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شریکان رشد در دایره تطبیق لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان با خرج 5 میلیون سومانی بنیاد گردیده از 22 حجره‌های خدمترسانی مجهز با تجهیزات و واسطه‌های معاصر طبی عبارت میباشد. بنیاد انشاءات مذکور و بهداشت صفت خدمترسانی طبی به ساکنان مساعدت میکند. در این روز همچنین در دهه نوزمین جماعت شهرک زرنیسار با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و صاحبکاری محل مرکز سودای مواد عضوقواری و انبار نگهداری محصولات افتتاح یافت. همچنین در دهه شرشر جماعت شهرک زرنیگار مغازه فروش مال و محصولات نیازی مردم به استفاده سپرده شد. افتتاح انشاءات مذکور نه تنها بر رشد اینفراستراکچور دهات مساعدت میکند، بلکه مشکل ساکنان را جهت دسترسی به محصولات عضوقواری آسان نموده باعث با جای کاری تامین شدن 10 نفر ساکنان گردید. در جماعت دهاتی رودکی ناحیه نیز مرکز خدمترسانی واسطه‌های نقلیاتی گشوده شد. افتتاح انشاءات مذکور مشکل ساکنان ناحیه را جهت دسترسی به این نموده خدمترسانی آسان نموده در یک مورد 4 نفر ساکنان محل صاحب جای کاری دائمی شدند. در ادامه تنتنه‌های دانه در مجمع آفتابک ناحیه نمایش دستاوردها و هنرهای مردمی و دیدگاه نظری اشتراکداران گذاشته شد. گلدوزی‌های با هنر و سلیقه بلند آماده شده، هنرهای بافندگی، مهره‌کشی، مصوری، صنعت کلالگری و دیگر نمونه‌ها نمایشگاه زحمتکشان ناحیه را زینت بخش بود. جمعیت تنتنوی و چاره‌بینی فرهنگی ساکنان با شادباشی‌های رهبرت ناحیه آغاز یافت. ذکر گردید که استقلالیت، شرف، ناموس و کفیل شکوفایی دولت و ملت سرچشمه خوشبختی و پیروزی های خلق کشور است. با شرافت استقلال و آزادی و دستگیری های رهبرت حکومت کشور، سرمایه‌گذاری صاحبکاران و ساکنان ناحیه وخش نیز از نگاه معماری و شهرسازی سیمای خود را کلاً دیگر نموده در همه بخش‌ها پیشرفت و موفقیت‌های بی‌نظیر را نایل گردیده است. سپس نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان اهل طولا را با این سنه فرخنده جشن استقلالیت دولتی کشور تبریک گفته ذکر داشت که با گذشت 34 سال از صاحب استقلالی وطن، تاجیکستان با تشبث‌های بی‌نظیر سرور دولت در جوده بنیاد دولت آزاد و صاحب اختیار، جهد و تلاش فرزانه فرزندان با ننگ ملت در همه جبهه‌ها رشد نمود. مهمتر از همه تاجیکستان توسط استقلالیت همچون دولتی صاحب اختیار در عرصه جهانی معرفی گشت و ملت تاجیک همچون ملت کهن تمدن اعتراف گردید. اهل اشتراکداران را همچنین نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، رهبرت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلون نیز شاد باش گفتند و از زحمت و تشبث‌های بی‌واسطه سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، تشبث‌های سازنده و خیرتمندانه و دوراندیشانه رهبرت حکومت کشور یادآور شدند. تاکید گردید که چنان پیشوای ملت ابراز داشتند به دست آوردن استقلالیت کار بسیار دشوار و زحمت طلب میباشد، ولی حمایت پیروزی و دستاوردهای استقلالیت کاری از آن هم دشوارتر و پرمسئولیت است. به قدر استقلالیت، آزادی رسیدن، خدمت‌های شایسته پیشوای ملت را گرامی داشتن، راه انتخاب کرده خلق تاجیک را حفظ کردن، سیاست عاقلانه، خیرتمندانه و دوراندیشانه پرزیدنت کشور را جانبداری نمودن و حفظ استقلالیت دولتی تاجیکستان سهم گذاشتن در جاده بنیاد دولت ملی، حقوق بنیاد و دموکراتی تاجیکان، قرض انسانی، وجدانی و شهروندی هر یکی ما به حساب می رود. در وضعیت خاتمان با فرمان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، فعالان ساحه با افتخارنامه حکومت جمهوری تاجیکستان و مکافات دولتی قدرشناسی شدند. همچنین غالبان آزمون‌های ولایتی و جمهوریوی و فعالان ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه برای سهم‌گذاری در پیشرفت جامعه با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها سرفراز گردانده شدند. هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه برنامه جالب فرهنگی را مرتب از سرود و ترانه‌های ترنمگر استقلال و آزادی پیشنهاد اشتراکداران نمودند. چندی از هنرمندان شناخته کشور و انسمبل رقصی پدیده با رقص‌های جالب و سرودهای دلاشوب خاطر اشتراکداران را بریده ساختند.
34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه وخش با شکوه، شهامت و خاطرمانو متنتن تجلیل کرده شد. حسن زاده ما، فیروز خورشید، نمازلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه وخش.